سلام رفقا، من کسرا هستم. فقط که توی این ویدیو بهتون آموزش اولیه بازی اسنورانر رو بدم. خب بچه اول از همه وقتی ما بازی شروع میکنیم، بازی ما رو از اینجا در واقع اسپان میکنن. اسپان یعنی چی؟ اسپان کسی که بلد نیستن یعنی که ما رو اینجا ظاهر میکنه. بعد ما باید با وانتمون بیایم تا اینجا و اینجا یه دونه کامیون جی ام سی هستش که اونو ورداریم. بعدش بریم بار چوب بزنیم، بیاریم اینجا، دوباره بار آهن بزنیم بیاریمش اینجا. و بعد اینکه این پولو تعمیر کردیم و درست کردیمش، مأموریت بعدی ما چیه؟ مأموریت بعدی ما اینه که بیایم و گاراژ رو پیدا کنیم. بچه وقتی ما گاراژ پیدا کردیم، وقتی ما میایم داخل گاراژ، بعضیا اینجا گیر میکنن. حالا گیرشون چیه؟ گیرشون اینه که مثلا بازی نمیذاره که ما از گاراژ بیایم بیرون و ما باید یه کاری انجام بدیم. حالا اون کار چیه؟ اون کار اینه که بعد ما بعد مپمون رو عوض کنیم و بیایم به این مپ و دوباره حالا خواستیم که مثلا چه شروع کنیم، نخواستیم هم میتونیم دوباره بعد بیایم به میشیگان. حالا بذارید بهتون توضیح بدم. بهتر در واقع توضیح بدم. بچه‌ها اینا بگم که اگه میخواین که اصلا از مپ میشیگان خوشم نمیاد، میخوام یه راست برم تو مپ روسیه یا مپ دیگه و ماشینام هم بخوام ببرم، بچه تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم یه دونه مربع رو بزنیم. یه دونه مربع رو هر ماشین بزنیم میاد به این بخشمون رو میتونیم راحت هر کاری میتونیم راحت هم جابجاشون کنیم هم که ببریمش. حالا باید چیکار کنیم؟ من روی PS5 دکمه‌ای که میزنم مثلثه و برای هر پلتفرمی فرق داره. R1 رو میزنیم، بعدش میایم رو مپ روسیه زبده رو میزنیم و روی گاراژ زبده رو میزنیم. خب بچه‌ها ما اومدیم. حالا اینجا ما اگه خواستیم مثلا خواستیم همین مپ رو ادامه بدیم، زبده رو از سمت چپ داخل گزینه‌ها از بالا دومین گزینه رو زبده میزنیم و ماشینامون اینجا رو هر کدومشون که خواستیم زیر زبده میزنیم. دوباره اینجا زبده. حالا اگه خواستیم میتونیم بیایم بیرون از مپ اینجا و بیایم بیرون از مپ اینجا و بیرون بگردیم و داخل این مپ رو به اصطلاح بگردیم و کاراش انجام بدیم. یا اگه از این مپ خوشتون نیامد میتونیم بیایم دوباره هم کارا رو مربع مثلث R1 و زبدر دست چپ داخل منو که میبینید، بعد دنبال گزینه گاراژ بگردیم که بیایم پایین سومین گزینه معلومه. حالا که اینجا رسیدیم، اگه خواستیم که میتونیم ماشینمون رو بیاریم، زبدر میزنیم، این از این، اینم از این، ماشینمون رو میاریم. خب بچه نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی در مورد نمیدونم که حالا شما بازی کردین یا نه، انجام دادین نشانه، ولی خب ماشینایی که بازی به ما داده ماشینای یعنی کامیون ها، 2 تا کامیون و یه دونه ماشین سواری که بازی به ما داده، خیلی اینا بیجون هستن و اینطوری ان که مثلا یکم بازی کنین و بریم مپای یکم بازی کنین این مپو، ببینین که سخته با اینا کار کردن و با ریس سنگینه واقعا نمیشه با اینا برد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیایم آپگرید کنیم ماشینا رو دیگه، کامینا رو دیگه. الان مثلا من میخوام این کامیون ما اسمشو خودم اگه اشتباه نکنم فلیتساره، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه میگم داخل کامنت حتما بهم بگید. خب من بهش میگم ماک. ما مثلا میایم روی این ماکه. خب این موتورش ضعیفه، میخوام یه موتور دیگه بندازم. ببینیم بچه‌ها الان ما اینجا 2 تا موتورا قفلن. خب میگیم باشه میایم گیر باکس عوض کنیم. 2 تا گیر باکس قفلن، فنر قفله، حالا فنر قفله، لاستیکا اکثرا قفلن، همه چی ماشین میشه گفت تقریبا جز دفلاک و تقریبا میشه گفت همه چی ماشین قفله و ما هیچیشو باز نیستش. حالا برای چی این آپشن ها قفلن؟ دو حالت ممکنه که دو حالت ممکنه که اتفاق افتاده باشه. یا چی؟ یا اینکه ببینین الان داخل مپ من مثلا بخوام یه مأموریت رو برای شما مثال بزنم، داخل این مأموریت دست چپ پایین برای توی چیز قرمز میکشم پایین، اونجا که به ما الان میشه و جایزه‌ای که به ما میده کنار لوگوی دلار که زده 7450,000 دلار، بغل سمت چپ یه ستاره کشیده و زده 740. حالا من اسمشو نمیدونم چیه، ولی فکر میکنم که کاراییش مثلا ایکس پی تو بازی دیگه. بچه ببینین ما اگه مثلا من 3-4 تا مأموریت یا 2-3 تا مأموریت برم از بازی، اینجا میتونم قشنگ بهتون نشون بدم. ببینین
اگه من مثلا اون مأموریت رو برم، ببینید دست چپ وسط، خب اونجا من الان لول 4م. بعدش زده کنار لوگو ستاره چی زده 1200 تا ستاره میخواد که ما لول اپ بشیم و بریم لول بعد که من الان 300 تاشو برای مثال دارم. خب بچه‌ها، ما برای ممکنه که من مثلا اگه بشم لول 5 یا لول 6 ممکنه که این موتوره برای من وا بشه، این گیر باکس برای من وا بشه. احتمال داره که یا وا میشن، احتمال زیاد وا بشه، یا احتمال داره که یا وا میشه یا اینکه وا نمیشه. اگه دیدین که مثلا لول شما شده 10 شده 6 شده 7 وا نشده، احتمال زیاد شما باید این کارو بکنید. داخل بازی ببینین، ما داخل بازی جایی مثل اینجاها رو داریم که اینجا وقتی ما بریم به منطقهش زبده رو میزنیم و این خاصی حتما تو کامنت بگین که یه دونه‌شو براتون وا کنم. کار خیلی سختی نیستش، نه کار سختی نیستش. آره دیگه، میاین زبده رو میزنین واش میکنین. بهتون مثلا شانسی ممکنه که بگه که مثلا موتور کامیون ماکو داده، یا ممکنه که بگه مثلا گیربکس کامیون ماکو داده، فنرش، یا مثلا گیربکس GMC رو داده. هر چیزی ممکنه. حتی ممکنه که مثلا یه کامیون دیگه مثلا موتور این ممکنه که مثلا موتور این کامیون رو بده، اینو بده، یا گیربکس اینو بده. ولی احتمال زیاد تا لول 10 اینا یا 7-8 اینا خودم نمیدونم ولی خواهش نکنم قطعات این سه تا کامیون و یه دونه ماشین رو بده. خب که اینا کاملا شانسیه. ممکنه که یعنی هر قطعه ممکنه توش باشه. مثلا ممکنه ماشینی باشه، مثلا قطعه ماشینی باشه که مثلا تو این مپ نمیتونیم بخریمش. خب یا ممکنه که مثلا قطعه ماشین در پیت باشه و هیچ روشی داخل بازی نداره که ما بفهمیم که توی این چه قطعه یا میخواد به ما بده. اگه میخواین بدونین که بچه یه سایت هم هستش که راحت به ما میگه مثلا داخل این چه قطعه، داخل این چه قطعه. اگه آدرس اون سایت رو میخواین حتما تو کامنت ها بگین که یه بار که براتون ویدیوشو بذارم و توضیحاتش هم بدم. خیلی سایت خوبه و مثلا کلی به جز این که مثلا قطعات آپگرید رو میگه، مثلا ماشینایی که تو بازی هستن میتونین پیدا کنیم و تمامی اینا رو در دسترس ما میذاره. اگه خواستین حتما تو کامنت ها بگین که براتون ویدیوشو بسازم. و آره دیگه، ممکنه که هر قطعه رو بده. احتمال زیادم این یا اینو برین احتمالا قطعات کامیون ماکو بده، چون که من از این شولته و از این GMC قطعه دارم، یعنی قطعه دارم. بعد بچه ببینید الان مثلا این GMC از فنر اصلش این بوده، من رفتم پیدا کردم اینو برش وا کردم. یا فکر کنم آره مثلا فنر اصلیش فنر اصلیش این بوده، من اینو براش پیدا کردم. این هم برای مثالش. خب بچه نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی در مورد ماشین بازی. ببینید ما بازی به ما 2 تا کامیون داده، یه دونه وانت. خب یعنی بازی اولش به ما میده چند کامیون ما کم دم در گاراژمون هستش، میتونیم خیلی راحت بریم و ورش داریم. خب بچه ها ببینید از بین این 3 تا خب اینم بهتون بگم که من قبل اینکه حالا رو پلی استیشن بازی دانلود کنم و نصب کنم بازی ها، روی پی سی قبلا من دور بر 2 سال اینا بازی کردم و تجربه دارم. فکر نکنم مثلا حرفام اشتباهن و همینطور دارم میگم. بچه این کامیون GMC به درد هیچ کاری تو بازی نمیخوره. حالا برای چی من دارم این حرفو میزنم؟ بزنم درستش کنم دوباره. خب بکنم حالا برای چی دارم این حرف میگم؟ برای اینکه ببینید من الان دست راست پایین یه خط کشیدم. اون محدوده که کشیدم توی کامیون ماک ما 2 تا آپشن هستش که آپشن AWD هستش و آپشن دفلاک هستش که براتون معنی خیلی مختصرش رو این پایین گذاشتم که اگه خواستین میتونین برین تو اینترنت هم سرچ کنین. من خیلی معنی یعنی خیلی چیز کلیشو گذاشتم دیگه، معنی کلیشو گذاشتم که راحت باشید. بچه ببینید این الان هیچی نداره و فقط دنده داره که رو هر ماشینی داخل بازی دنده و دنده لو هستش که رو هر ماشین دنده لو هستش. حالا
مثلا با این ماشین میتونین چیکار کنین؟ حتی اگه بهترین قطعات هم روش باشه باز فایده این نداره. میتونین چیکار کنین؟ مثلا میتونین بیاین اینجا یه دونه بار آهن میخواین، بیاین بار آهن رو بزنین، از جاده بیاین اینجا، بعد کامیون و باراشون رو عوض کنین، با کامیون ماک بیاین این راه ها رو برین که حالا گلولایی دارن و سخته عبور ازشون. این به درد این کار میخوره. حالا الان بهتون نشون میدم کامیون ماکو. کامیون ماک ما دوباره همونجا که بهتون گفتم دست راست پایین میبینید اونجا هم AWD داره هم دفلکت داره که ببینید مثلا AWD خیلی به ما کار آمده، دفلکت هم میشه گفت واقعا یه چیز کار آمده. یعنی مثلا این دوتا توی کامیونی نباشن واقعا اون کامیونه مثلا 50% 60% چیزشو میبرن. یعنی مثلا 30% به خاطر AWD، مثلا 20% به خاطر دفلاک، ارزش کامیون واقعا خیلی پایین میاد اگه نداشته باشم. که برای همین میگم که این کامیون ماک واقعا کامیون خوبی هستش. بعد با این وانتمون هم به چه کاری میاد؟ شولتمون این وانت به این کار میاد که مثلا من میخوام بیام اینجا اینو وا کنم، خب با این وانت بیام که هم سریع، هم به جز اینکه سریع کوچیکه دیگه، از جاهای تنگ و از جایی که به مثلا مثل اینجا از اینجور جاها راحت رد میشه و برای کشف کردن مپ خیلی ماشین و وسیله نقلیه خوبیه. خب بچه نکته آخرم بهتون بگم، ببینید داخل بازی من میخوام بهتون یه چیزی رو یاد بدم که ما توی بازی سریعتر حرکت کنیم. ببینید من الان اینجا، خب از این کانتینر سفید تا کانتینر قرمز رو میخوام توالت عادی برم. 1 2 3 4 5 6 ثانیه طول کشید که من از این کانتینر تا اون کانتینر رو برم. حالا این 6 ثانیه رو ما مثلا چطوری سریعتر بتونیم طیش کنیم؟ ببینین برمش عقب یکم. خب ببینید الان من میخوام این 6 ثانیه رو تو زمان کمتری برم. 1 2 3 ثانیه. میخواستم بگم 3 ثانیه، یه تقریبا میشه گفت 4 ثانیه دیگه. بچه 2 ثانیه ما سریعتر رسیدیم که حالا اگه مسافت بیشتر باشه 2 ثانیه تبدیل میشه مثلا به 5 ثانیه 10 ثانیه، اینطوری بهتون بگم. بعد من چیکار دارم میکنم داخل بازی؟ من کاری که دارم انجام میدم اینه که من رو PS5 دکمه‌ای که میزنم L1 هستش، یه دونه L1 رو میگیرم ول میکنم. یه دونه مثلا تو بازی میخوایم یک چیزی انتخاب کنیم زب در میزنیم، همونطوری هم دکمه L1 رو میزنیم. اینطوری باعث میشه که راننده دنده ماشین رو زودتر عوض کنه و باعث میشه که سرعت ماشین ما بیشتر بشه. که خیلی هم باید حواستون باشه که چپ باش نکنید، چون چپ کردن خیلی کار آسونیه. به این راحتی شما میتونید چپ کنید. خب بچه اینم بیارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بچه یه چیزی هم بهتون بگم، ما دور 32 تا نکته تو بازی هستش که من فقط الان 4 تاشو گفتم، 4 تاشو گفتم که اگه میخواین بازم در مورد بازی اسم رانر ویدیو بذارم حتما لایک و سابسکرایب بکنین، چون این مثلا ببینم کسی خوشش نیاد و بازی زیاد نباشه این 31 دونه رو نمیذارم. و حرف آخرم بخوام بهتون بگم بچه‌ها، من تلاش کردم که مثلا تو این 31 دونه شماره مثلا 15مش چیز سخت‌تریه نسبت به شماره 10مش 11مش و ساده ترین نکته رو آوردم اول و هر چقدر که ما جلوتر میریم نکات سخت‌تر میشن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده شه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.